آقا سلام درود، خوش اومدید به چنل من. اسمم سینا فنیسه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. 5 تا ویدیو خفن واسهتون آوردم همین الان. بدون معطلی چنل سابسکرایب کنید. بریم برای دیدن این ویدیو و تحلیلش با هم. اولین ویدیو اسپید، اگه میشناسیدش که بریم ببینیم. خب من سریع یه توضیح بدم. اینجا اسپید خب توی اوم تیوی با این طرفدارش صحبت میکنه، طرفدارش هم صحبت که میکنن، بعد بهش میگه چی دوست داری برات انجام بدم، فقط سریع باش. خب بعد پسر میگه آقا برام پول بزن یه PS5 بگیرم. خب بعد اینجا دیگه خودتون میبینید چی میشه. Love y'all too, bro. What y'all doing right now? Speak, can you buy us a PS5, please? What's up PayPal? Right now, hurry up. میگه سریع پیپال تو بده. هول کرد. میگه الان What's up PayPal? One second. خود پول بزنم. یه سریع باش. Hurry up, bro. سریع Hurry up. هول کرد. بچه هول کرد. هول کرد. I'm gonna split. Psych, you not getting a PS5? بله اینجا بهش میگه اصلا قرار نیست PS5 بخری و یه فیک اسکیپ میزنه، یعنی الکی میزنه، یعنی بعد بچه نگاه کن نزدیک بود گریه کنه. خیلی استبدیه. فکر کن یک بار تو زندگی چانس بزنه در خونت و برسی به یوتیوبر معروف، بعد اون یوتیوبر واسه بهت بگه اون چیزی که میخوای واسط میخرم، بعد اینجوری این بلا رو سرت بیاره، ولی شانس که من اینجوری خود گریه کنه دیگه. بعد یهو نکن این سکته قلبی زد، ولی براش میخره. واقعا اسپید دل بزرگی داره، واسهش میخره. و ویدیو بعدی سم خالص. ببخشید خانم، مزاحم نشین آقا، من دوست پسر دارم. الان چه گندبازی؟ الان من زن دارم و جار بزنم به همه بگم؟ یه من الان گوشیم خاموشه، یه آدرس میخوام، اینجا گم شدم. آدرس یه وقت برای موزیکش کپی رایت نخوریم، مجبوریم که استاپ کنیم. ببین بدار آدرس شد شما دیدی؟ نه دوست پسر داشت. فهمیدی چی شد؟ پسر رفت اونجا، بعد دختر خب دوست پسر داره، خیلی شیک و مجلسی جمع کرد قضیه رو که اصلا انگار قرار نبود ازش شماره بگیره. تو اینستاگرام چیزای بدی دارن بچه‌ها یاد میدن. و ایشون که گل منه. گل منو اذیت نکنی چشمو سر نکنی خدایی سرویس شدیم با این خدایی. خب پست بعدی که نشه آقا راهکار بدین چطوری درستش کنم بخاری بخشید راهکار بدین چطوری درستش کنم بخاری برگشت. کامنتای مردم غیورمون رو بریم ببینیم. بعد یکی نشه مگه اینکه یه قاله دیگه بخری، یه تیکه ازش بکنی، به این پیوند بزنی، داداش دیگه راهی نیست. یه میز تحریر بخر بذار روش، فقط درس بخون، مطمئن باش تا دکترا پیش میری. سروران از اینکه در اعمال خاکسپاری یاری دارن. خانم سرمه فروش بیا که بدبخت شدیم و یه پیشنهاد میکنم سرمه بخرین تا دیدگاهتون عوض بشه راجع به فرش. اصلا مشخص نیست، تا خودت نگی کسی نمیفهمه. آره خب این پست بعدی. I think he could be Goku. ببین حرکاتی که داخل این ویدیو داری مشاهده میکنی اصلا عجیب غریبه. این فیلم هندیه دقیقاً. نمیدونم چه ورزشیه. الان کسی که داره ریاکت میده داره میگه که من احساس میکنم این گوکوه، همون انیمه. What the fuck was that? Cause what the fuck was that? Oh yeah, nah, he gonna beat the shit out of Goku. He gonna fuck Goku ass up. چی؟ مساجو قطع میکنه بدون صدا. نگاه کنید نکنید چیه چک میزنه. اوه چیکار میفته؟ حریفش یه پشتک میزنه. چی اتفاق داره میفته؟ اونم یه چک میزنه. چه قهرمان چک زنیه تو سینه است. هر کی بیشتر ممش چک بخوره برنده است بکنم باخته. اوه چیکار میکنه؟ چیکار خودش پشتک میزنه. وات خیلی مسخره بود بچه‌ها. ببینید ویدیو بعدی سری. خانومی که از مغازه دزدی کرد لخت بود. آره جناب سروان کاملا لخت بود. آره جناب سروان لخت مادرزاد بود. پس لطفاً بهم بگید چه شکلی بود. بالاتن کارخونه شیر میهن، پایین‌تن عاطفه‌ای بود برای خود. اینقدر کلوچه داشت. نه داداش منظورم صورتشه برادر. صورت؟ جناب سروان صورت من ندیدم. صورت داشت. تو دیدی؟ خیلی چسنمک. حالا کامنت ها رو بخونیم. واقعا زشت. هیچ بنزه کلوچه ننه هاتون نمیشه اصلا. ببین
مردم اصلا تو اینستاگرام انگار اگه اسلحه داشته باشه همدیگه قشنگ به کشتن میدن. آقا این بود از ویدیو امروز. امیدوارم به ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک سابسکرایب یاد نره. پارت بعدیش هم میاد. هر ویدیو اینجوری تایم کوتاه داره خب، ولی 5 تا ویدیو خفن واسط میارم. اینا خیلی بیمزه بودن، از اینا خفن تر میارم. خیلی چوس بودن اینا. فعلا پیس اوت. پس یادت نره زنگوله رو بچکون ماشت رنگ و تگ. حاجی در تو نرو، حاجی در تو نرو.